ارسالیه شنبه 25 مرداد ماه امروز هم 1500 کیلوکره بادام زمینی ارسال داریم به کل کشور. آقا یک نفر پرسید چطوری میتونم منم هر روز مثل مجموعه جیپ ارسالی داشته باشم بفروشم؟ گفتن زمانی میتونی اینقدر فروش داشته باشی که روزی 5 میلیون تومان ضرر کنی. گفت چرا؟ گفتم اینجوری، بیا جلو. آقا من 5 تن بادام زمینی خریدم، کیلویی 210 تومن، یعنی شما بری کمتر بخوای بخری باید 215,000 تومن بخری. این رو ما میدیم 220 تومن بادام زمینی شو، یعنی با 5000 تومن سود. یا کیفیت رو نشون بده، این کیفیت بادام زمینیه 220 تومن. خود کرش هم میدم 220 تومن. کسی میتونه اینجوری رقابت کنه؟ به هیچ عنوان. چون من از بیزینس های دیگه هم دارم پول میذارم فقط برای برندینگ. یعنی شما فکر کن این محصول سیب سلامت هم داره و مردم این همه سفارش میدن. پرسنل من مثل لودر کار میکنن. کسی رو تا حالا دیدین روزی این همه بسته بندی کنه قفل میشه تا 3 روز.